با سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. تشکر می‌کنم از همکارانمون در خبر استان که خبرهای استان رو تقدیم شما بینندگان عزیز و ارجمند انجام دادن. 23 در ست دوم هستیم. یک بازی حساس و دیدنی از هر دو تیم شاهد بودیم، به خصوص از جواهری گنبد که امتیازات خودش رو به آلومینیوم المهدی هرمزگان نزدیک کرد. داوود مقبلی در منطقه سرویس برای آلومینیوم قرار گرفته، ضربه سرویسش رو سد میزنه. دریافت خوب از بازیکنان جواهری گنبد. امتیاز 24 رو بازیکنان جواهری گنبد به دست میارن. 24-23 انصافا ست حساس و دیدنی شاهد بودیم. تو این چند لحظه که در خدمت شما بینندگان نبودیم، جواهری گنبد در مقابل آلومینیوم خوب ظاهر شد. انصافا ست نخست باعث شد که انگیزه بگیرن تیم جواهری گنبد و در ست دوم در مقابل آلومینیوم خوب سفاره‌ای کنن. 24-23 در منطقه سرویس برای جواهری گنبد مرتضی صالحی قرار گرفته. سرویسشو ساده میزنه. دریافت خوب از یاشار شاینی. صفایی امتیاز 24 به دست میاره برای آلومینیوم هرمزگان. سرویسی که تونست از منطقه دو مسخواهی میکنه، آبشاری که تونست از منطقه دو به دستان دفاعان تیم جواهری گنبد بزنه و امتیاز 24 برای تیمش به دست بیاره. برونو یک دریافت خوب از یاشار شاینی. صفایی و امتیاز 25 برای آلومینیوم به دست میاره. 25-24 این بازی و این ست خیلی زیبا شد انصافا. 25-24 آلومینیوم المهدی پیش میفته. هرچی امتیازات در پایان ست ها نزدیک باشه مسلما تیم های خورده دچار استرس خواهند شد. باقری در منطقه سرویس رو ساده میزن. دریافت خوب از عطار. اونجا بازیکنان جواهری گنبد توسط ایدی امتیاز 25 و مساوی کسب میکنند. تعویض برای تیم جواهری گنبد. ایدی از زمین مسابقه خارج میشه. بهنژاد وارد زمین میشه. پاسور تیم جواهری گنبد. 25-25 ببینیم این ست چه تیمی پیروز خواهد شد. بهنژاد در منطقه سرویسشو به تور برخورد میکنه. سرویسی که بهنژاد میزنه به تور برخورد میکنه. امتیاز 26 آلومینیوم کسب میکنه. بازم ایدی به جای خودش برمیگرده. کورت بگلو در منطقه سرویس برای آلومینیوم قرار گرفته. بازیکن شماره 10 تیم آلومینیوم هرمزگان. ببینیم با سرویسش چه خواهد کرد. سرویسشو ساده میزنه. دریافت خوب است بازیکنان جواهری گنبد. برونو امتیاز 26 و مساوی برای تیمش کسب میکنه. برونو بازیکن برزیلی تیم جواهری گنبد امتیازات زیادی در این دو ست برای تیمش کسب کرده. اشکان درخشان سرویسشو ساده میزنه. دریافت خوب از بازیکنان آلومینیوم. اونجا یک دفاع خوب از کنزوویچ، دیگر بازیکن برزیلی تیم جواهری گنبد، باعث میشه امتیاز 27 برای جواهری گنبد به دست بیاد. 27-26 جواهری گنبد یک امتیاز تا پیروزی فاصله داره. در ست دوم باز هم اشکان درخشان پاسور تیم جواهری در منطقه سرویسشو ساده میزنه. یک دریافت خوب از دانشور. بازم برونو کارو تمام میکنه. کارو در ست دوم تمام میکنه. 28-26 کارو تمام میکنه تا حداقل در شهر بندرعباس اولین امتیازشو به دست بیاره تیم جواهری گنبد. اگر جواهری گنبد با نتیجه 3-2 نتیجه رو واگذار کنه مسلما یک امتیاز کسب کرده در بندرعباس، چرا که 2 ست پیروز مسابقه بوده. آلومینیوم کار بسیار دشواری خواهد داشت. باید 3 ست پیروز باشه تا بتونه برنده این مسابقه باشه. جواهری گنبد نیاز
به یک ست دیگر داره تا 3 امتیاز لازم این مسابقه کسب کنه. تماشاگران خوب بندرعباسی اومدن در سالن فجر بندرعباس و از نزدیک این بازی رو تماشا میکنن. واقعا بازی هفته گذشته جواهری گنبد باعث شده که این تیم در مقابل آلومینیوم در سالن فجر بندرعباس خوب بازی کنه. کادر فنی هم واقعا تأثیر داشته. تغییر تحولاتی که در کادر فنی انجام شده، پرویز کاظمی به عنوان مدیر فنی جواهری گنبد انتخاب شده و مسلماً کمک زیادی خواهد کرد برای تیم جواهری گنبد در ادامه رقابت‌ها. دامغانی با ادریس دانشفر صحبت میکنه. نمای سالن فجر بندرعباس رو میبینید. تنها سالن استاندار شهر بندرعباسه که بازی‌های مهم کشوری در این سالن برگزار میشه. به هر حال ما امیدواریم که سالن‌های بیشتری داشته باشیم در سرتاسر استانمون هرمزگان. واقعا قهرمانان زیادی داریم در استان هرمزگان که بتونن در آینده در ورزش استان کمک زیادی کنن. سرمربی تیم جواهری گنبد رو مشاهده میکنید، با بازیکنان خودش صحبت میکنه. 2 بازیکن برزیلی این تیم کمک زیادی کردن در این 2 ست تا جواهری گنبد پیروز این مسابقه باشه. در مورد بازیکنان آلومینیوم هرمزگان هم صحبتی داشته باشیم که آلومینیوم از بازیکنان خوبی برخورداره، از جمله نصر اصفهانی، بازیکنی که آینده خوبی در والیبال کشورمون داره. سن و سال زیادی نداره اما یک بازیکن قدرتی و بسیار مفیدیه در والیبال هرمزگان. رقابت‌های لیگ دست اول والیبال کشور هم امروز پیگیری میشه که من خدمت شما بینندگان عرض کنم که در جدول گروه الف پیشگامان شفق اردکان با 28 امتیاز صدرنشین گروه الف رقابت‌های لیگ دست اول. در گروه ب گلگهر سیرجان 28 امتیازی است و صدرنشین گروه ب 2 تیمی که امسال میتونن به رقابت‌های لیگ برتر والیبال صعود کنن. در لیگ برتر والیبال پیکان تونسته 11 قهرمانی کسب کنه و یکی از پر افتخارترین تیم‌های کشورمون و آسیاست. 11 قهرمانی داشته، 3 نایب قهرمانی و حضور در رقابت‌های آسیایی باعث شده تا پیکان یکی از چهره‌های جدی رشته والیبال باشه. از سایپا هم نباید گذشت، سایپایی که قهرمانی در پروندهش دیده نمیشه اما نایب قهرمانی زیاد داشته. بعد از پیکان سنام تهران 4 قهرمانی داشته و دومین تیمیه که افتخارات زیادی در رشته والیبال و لیگ برتر والیبال کسب کرده. به بازی برگردیم. در منطقه سرویس حسن زاده برای آلومینیوم قرار گرفته، بازیکن قد بلند آلومینیوم که از سال گذشته با این تیم بوده. ببینیم با ضربه سرویسش چه خواهد کرد. ساده میزنه، دریافت خوب از صالحی، در این بر یک دفاع خوب مقبلی و کورت بگلو باعث شدن که اولین امتیاز آلومینیوم به دست بیاره. اسپک آرش تقوی ناموفق به دستان دفاع تیم آلومینیوم برخورد میکنه و امتیاز اول آلومینیوم کسب میکنه. حسن زاده، بازم صالحی، دریافت خوب از بازیکنان تیم آلومینیوم. بازم 2 دفاع آلومینیوم موفق ترن، باعث میشن که جلوی آبشار برونو بگیرن تا دومین امتیاز آلومینیوم کسب کنه. 2-0 در ست سوم آلومینیوم پیش افتاده. آغاز خوبی داشته، امیدواریم که پایان خوبی هم داشته باشه. حسن زاده سرویسشو این بار موفق میزنه. داور خطای نگه داشتن توپ توسط
اشکان درخشان میدونه و امتیاز سوم برای آلومینیوم هرمزگان به دست میاد تا رضا ابراهیمی تایم فنی برای تیمش بگیره و با بازیکنان تیمش صحبت کنه. برونو بازیکنی که انصافا با دست راست اسپک های خوبی رو میزنه و خوب ظاهر شده در این بازی. همزمان با این مسابقات زیادی در رقابت های لیگ برتر والیبال برگزار میشه که در مهمترین بازی ها پیشگامان کبیر یزد در مقابل متین ورامین قرار گرفته. نوین کشاورز تهران با شهرداری تبریز دیدار میکنه. میزان مشهد با پیکان سفارایی خواهد کرد. سایپای البرز با کاله مازندران رو در رو خواهد شد که این بازی ها رو که خدمت شما بینندگان عرض کردم آغاز شده. بالچستان کاشان و شهرداری ارومیه با هم دیدار خواهند کرد تا تیم آلومینیوم تو این لحظه امتیاز چهارم به دست بیاره. 4-0 در ست چهارم هستیم. آلومینیوم امتیاز چهارم رو کسب میکنه. در ست سوم هستیم. حسنزاده در منطقه سرویس توپش بله رو خط میخوابه تا امتیاز پنجم به دست بیا. خط نگهدار میگه که توپش خوابیده. اینجا اشکان درخشان با خط نگهدار صحبت میکنه اما مهم نظر داور اوله. داور اول تعیین میکنه که امتیاز پنجم آلومینیوم به دست آورده. حسنپور سرویسش رو ساده میزنه. صالحی دریافت خوب از بازیکنان جواهری گنبد. برونو قدرتی اسپکش رو میزنه و امتیاز اول برای تیمش به دست میاره. 5-1 آلومینیوم پیش میفته. اشکان درخشان میره که سرویس تیمش رو بزنه. در منطقه سرویس درخشان یک سرویس ناموفق از درخشان بلند میزنه و خودش هم میدونه که اشتباه کرده. دستشو بالا میبره و علامت این که اشتباه از من بوده و میپذیره که سرویسشو اشتباه زده. باقری دریافت خوب از بازیکنان جواهری گنبد. کنزوویچ اینور یک دریافت ناموفق از یاشار شاینی باعث میشه امتیاز دوم تیم جواهری گنبد به دست بیاره. 6-2 جواهری گنبد از آلومینیوم عقب افتاده. سید آرش تقوی در منطقه سرویس ساده میزنه و به بیرون میره. اشتباهات بازیکنان جواهری گنبد اونم پشت سر هم باعث میشه امتیاز هفتم برای آلومینیوم به دست بیا. 7-2 آلومینیوم تا این لحظه راحت تونسته در ست سوم جواهری گنبد رو شکست بده. این بار قورت بیگلو اشتباه میکنه در زدن سرویسش. توپش به تور برخورد میکنه و امتیاز سوم جواهری گنبد کسب میکنه. دلادمیر کنزویچ میره که ضربه سرویس بزنه. کنزویچ در منطقه سرویس ببینیم با سرویسش چه خواهد کرد. ساده میزنه. دریافت خوب از دانشور. یک پاس خوب از باقری. اسپک مناسب است دانشور و اونجا دفاع خوب از بازیکنان آلومینیوم. باز هم توپ در اختیار برونو قرار گرفته. برونو اسپکش میزنه اما به دستان بازیکنان آلومینیوم برخورد میکنه و بیرون میره تا امتیاز چهارم جواهری گنبد کسب کنه. 7-4 آلومینیوم در ست سوم پیروز مسابقه بوده. کنزوویچ ضربه بلند، سرویس ناموفق و امتیاز هشتم برای آلومینیوم هرمزگان. اختلاف به 4 میرسه تا رضا ابراهیمی مجبور بشه که تایم فنی بگیره تا باز هم با بازیکنان خودش صحبت کنن. محمد رضا دامغانی فصل خوبی رو با آلومینیوم المهدی آغاز کرده. حالا به جز که در مقابل شهرداری ارومیه و پیکان در سالن فجر بندرعباس بازی‌ها رو واگذار کرد، در تمام بازی‌هاش موفق شده که در سالن فجر بندرعباس پیروز باشه.
مربی که اعتقاد داره به جوانان هرمزگان و در صحبت‌های خودش در چند سایت خبری هم گفته بود که من بیشتر نگام به تیم‌های پایه والیبال هرمزگانه. امیدوارم که این چنین باشه و ما یک روزی از هرمزگان چند ملی پوش داشته باشیم. مقبلی در منطقه سرویسشو ساده میزنه، دریافت خوب از بازیکنان جواهری گنبد. برونو باز هم اونجا یک لحظه توپ به بازیکنان آلومینیوم برخورد میکنه اما برمیگردن. اینور باید دفاع خوب انجام بدن اما دفاع نامناسب از بازیکنان آلومینیوم باعث میشه امتیاز 5 تیم جواهری گنبد کسب کنه. امتیاز 5 برای تیم جواهری گنبد. اختلاف هر لحظه نزدیکتر میشه. برونو خودش میره در منطقه سرویس قرار میگیره تا سرویس تیم جواهری گنبد بزنه. برونو سرویس جهشی موجی خوبی میزنه، به دستان یاشار شاهینی برخورد میکنه و بیرون میره. دریافت خوبی نداشت شاهینی که در منطقه 6 قرار گرفته بود تا توپو جمع کنه اما یک لحظه اینقدر توپ قدرت داشت که به دستانش خورد و به بیرون رفت. بازم برونو این بار اشتباه میکنه در زدن سرویسش، توپش به تور برخورد میکنه تا امتیاز 9 آلومینیوم کسب کنه. 9-6 آلومینیوم برتر بوده نسبت به جواهری گنبد. حالا تشویق تماشاگران باعث میشه که آلومینیوم انگیزه بیشتری کسب کنه. صفایی در منطقه سرویسشو سده میزنه، اشکانی توپو برمیگردونه. اونجا صالحی برای جواهری گنبد امتیاز 7 به دست میاره. 9-7 ست سوم هستیم. صالحی در منطقه سرویسشو خوب میزنه، دریافت خوب کورت بیگلو. اونجا دانشور توپ در زمین آلومینیوم فرود میاد تا امتیاز 8 جواهری گنبد کسب کنه. باید بیشتر دقت داشته باشن. همین امر باعث میشه که محمد رضا دامغانی دست به تعویض بزنه و دانشور رو از زمین بازی بیرون بکشه. نصر اصفهانی برای آلومینیوم وارد زمین میشه. مرتضی صالحی در منطقه سرویس برای جواهری گنبد. صالحی که بازیکن قدرتی محسوب میشه. اونجا دریافت خوب است یاشار شاینی، یک لحظه دریافت خوب است بازیکنان جواهری گنبد. پشت مدافعان برونو پر کرده بود، توپ بازیکنان آلومینیوم بی نتیجه بود و امتیاز مساوی جواهری گنبد کسب میکنه. 9-9 در ست سوم. یک بازی دیدنی از به خصوص جواهری گنبد شاهد بودیم. دریافت از یاشار شاینی، صفایی امتیاز 10 آلومینیوم کسب میکنه. روی خط بود. خیلی جالبه که من مدیر فنی تیم شهرداری تبریز چجوری به هوا میپره. ما که این سمت بودیم اصلا رو خط بود. حالا دیگه قضاوت با داورانه، اما داور نظر خودش اینه که توپ به نفع آلومینیوم به بیرون رفته یا امتیاز به آلومینیوم داده تا امتیاز 10 آلومینیوم کسب کنه. 10-9 در گیم سوم. اعتراض کادر فنی جواهری گنبد هم بی نتیجه است و داور نظر خودش رو اعلام کرده. نصر اصفهانی بازیکن قدرتی آلومینیوم در منطقه سرویس قرار گرفته تا ضربه سرویس رو بزنه. ضربه سرویس رو ساده میزنه، دریافت خوب از صالحی بازیکنان جواهری گنبد. یک اسپک خوب از آرش تقوی به دستان دفاعان تیم آلومینیوم هم برخورد میکنه اما تو فرود میاد تا امتیاز مساوی جواهری گنبد کسب کنه. 10-10 یک بازی زیبا شاهد هستیم. سخی ایدی
برای جواهری گنبد. سرویسشو به بیرون میزنه. امتیاز بیرون میره تا امتیاز خب به وقت ملکوتی اذان مغرب به افق بندر عباس نزدیک میشیم. انشالله میریم اذانو با هم میشنویم. انشالله برمیگردیم مجدد در خدمت شما خواهیم بود با ادامه گزارش بازی آلومینیوم المهدی و پیشگامان کویری یزد. بازیکنان آلومینیوم توپو خوب میزنن، دریافت خوب است بازیکنان آلومینیوم. باز هم توپ در اختیار آلومینیوم، اما داور امتیاز برای تیم جواهری گنبد اعلام میکنه. 11 در ست سوم. این امتیاز رو به جواهری گنبد میده. درخشان دریافت خوب از نصر اصفهانی. مقبولی باعث میشه که امتیاز 12 برای تیمش به دست بیاره. 12. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله.